دقیقه نمیتونم. چی شد؟ صبر کن منم. داداشم چی کار میکنید دو نفری اون تو؟ چی کار میکنیم؟ ایشون دستشویی میخواد، من ورزش. ورزش؟ دستشویی میخواد؟ بله راست میگه، چون میدونی که مربی باید همیشه و همه جا همراه باشه و کوچ کنه که آدم بتونه نتیجه بگیره. خب در میزنی کوچ کنه؟ پس کوچ شلوارش کو؟ کوچ شلوار؟ کوچ شلوار چیه؟ در میزنی؟ منظورم اینه که کوچ همین های مربی شلوارش چرا پاش نیست؟ خب عرض کردم ایشون دستشویی میکرد، من ورزش. درست میشه دیگه؟ در میزنی؟ خب داداش اینجوری که خوبیت نداره که. خوبیت داره یا نداره، من از وقتی که از پیج مربی همراه این مربی گرفتم دیگه ما دوتا مثل داداشیم، شبا با هم میشن. نه داداش، روزا. همون روزا هم حتی ما با هم میشن. داداش کلن روزا نه کلن. آره راست میگه، اصلا ما کلن با هم میشن. کافیه مرد حسابی، من این همه شبانه روزی واسه شما زحمت کشیدم که شما نتیجه بگیری، تنت سلامت باشه، بشاش باشی، نه اینکه گیر دادی بشاشی تو زحمت های مربیت کرد. چی شد؟ چی شد داداش؟ من کوچم، هم به صورت آنلاین هم به صورت حضوری شما رو میکوچم که بتونی بهترین بدن خودت بسازی. آره داداش راست میگه، خدا وکیلی. مربی همراه خوب کوچین همشون لامصبا، هرچی میگن درسته. کوچ و شعر تحویل شما چی نمیدن، متوجه شدی؟ برای مثال عمه خود من یه کوچ گرفته بود باش ورزش کنه، طرف اصلا این کاره نبود، شاید باور نکنی، ولی من الان یه هفته است دارم به کوچ عمم میخندم. چی شد؟